الماسی. الماسی دره است واقع در قسمت شمالی شهر حصار در دامنه قطارکوه‌های حصار. هوایش پر از عطر گل‌های دشت و دمن. خوانش عندلیبانش در آمیختگی با نوای شوخ دریای خانقاه روح را می نوازد. زیبایی های این گوشه سبزی دیار دل بیننده را چون چشمه های جوشان قلب کوهساران به خروش می آرد. این دره الماسی مانند عروسان است. این دره الماسی مانند عروسان است. هر عاشقی دل داده بر این دره مهمان است. هر عاشقی دل داده بر این دره مهمان است. ما هم با دمیدن صبح با صفا عاشقانه وارد این دره افسانوی گشتیم. مردم این گوشه دیار روز نو را گوناگون استقبال می گیرند. قسمی در پشت سرگرمی دویدن علف، قسمی دیگر به خاطر نرم و تازه کردن باغ و تاکزار جانب خواجگی های دهقانی راه پیش می گیرند. پیرزن‌های نورانیش آهسته آهسته عزم سفر به شهر را دارند. شهتوت پخته کنار راه از چشم خرد و کلان دیه پنهان نمی ماند. دره الماسی باغ و تاکزارهای دامن گسترده‌اش از مهنت دوستی ساکنانش درک می دهد و البته معلوم است که آبله بی سعی پا هرگز نمی آید به دست. ریشه تاک از دویدن صاحب انگور شد. خانه های با محبت ساخته ساکنان در آغوش طبیعت دلفریب تازه و آزاده و گلزار به نظر می رسند. باد فورم بوی خوش پودینه و ریحان و دیگر کبوتی ها را به مشام هدیه می سازد. از تنوری با آتش محبت مادران هنرمند تفسیده بوی نان گرم مهنتی فضای دره را فرا می گیرد. با سحر دستانی کدبانوها از نان چپاتی، پمیدور و بادرین و آب گرم و کبوتی خوشبوی طعام ملی با نام ترغرفه آماده شده روی خوان جای می گیرد. میوه های درختانی با امید و هوس‌های سبز شنانیده ساکنان از نورهای زرحلین خورشید شهد بارند. لحظه در آغوش این همه زیبایی سیر نمودن و خوردن گیلاس، بوییدن صدبرگی تر و نشستن لب دریایی که آهنگ زندگی موجودات روی عالم است عجب لذتی دارد. کتی لب آب جان بخش و مصفا. چنین کتهای آراسته را در حولی ساکنان و قدقد دریای خانقاه دیدن ممکن است.
برای ساکنان این گوشه دیار مهنت، شرف و کامیابی و سرچشمه بخت و زندگانی محسوب می‌یابد. به گلهای شکوفان و درختان پربار نگریسته باوری کس نمی آید که زمان اینجا سنگلاخ بود. تنها آن نفر چنین زیبایی می آفرد که به زمین و آب و هوا و طبیعت تاجیکستان بهشت آسا احترام و محبتی به اندازه دارد. همه خلق باید دهقانی کنیم. همین زمین حاصل همه چی هست. یا سنگلاخ یا باغ کریم. همه میبینم طبیعت هم تا خوشرو زیبا. من کسی میگذارم میگو رحمت. از همه خواهش میگم مهنت کنن. طبیعت آباد کنن، زیبا کنن. گلزار کردن در کار، مهنت کردن در کار. کلان، مهنت، پوبل، دشت، باغ، آبی روان همه‌اش مهنت هست. بود هوای تازه خوشرو. اگر همین جایی چی نباشه هیچ چی نمیشه. من آب همه چی هست. من همین جایی میبینه یا سنگلاخ بود. مهنت کردیم، آباد کردیم. من تمام چیز هست، میوهش از خودمون، اگراتش از خودمون. یکم جا نمیریم بازار، یکم چی نمیگیریم. همین با واسه مهنت. یا من سنگلاخ من ببینم حالا همون سنگش زای میچینیم کوای میکنیم و مهنت کردیم. برای زیادالله سیف‌اللهیف همراز زمین بودن بزرگترین دولت است. این مرد نجیب به خاطر باز هم دلرباتر گشتن طبیعت این گوشه وطن در تل و تپه و کمر کوههای خوشمنظر درختان میوه دهنده و آرایشی را پرورش نموده است که تماشایشان به دیده ها نور و به دلها سرور می بخشد. همه حوضی که میبینه همه حوض ماهی های همه چی با واسه مهنت. طبیعت هم با واسه مهنت. اگر نکنیم کی میکنه؟ من همش هست. تمام چیزمون همه خانه های. من بالادم باغ کردیم همین مهنت کتی. اگراتمون دهمونجا همش مهنت. چهارمغز شنوندگیم، پیسته شنوندگیم، ارچه شنوندگیم، بادام شنوندگیم، تمام چیز شنوندگیم دهمونجا. هزارها منت داریم همین راهبر دولتمون که همین قدر تنجی امانی کرده گشتن. این بعد دیگه چی میشه؟ اما فقط ما مهنت کنیم، راحت میبینیم. راحت مهنت نکنیم اجر راحت میبینیم. من 2 سال برایم کسل دل خور رفتم. یکی همین طبیعت آباد کردم، میبرم اینجا میشنم، همین خیلی صدای دایره خیلی وای میکنه. ها بلبل میخونم مثلا تمام چی. خیلی من آدم خودش به چخل میشه. همین یا سنگلاخ داره به چی اینجا به چخل. زیادالله سیف‌اللهیف سری هر قدم برای تنجی و آرامی، طبیعت دلربا و آبهای مصفا شکرانه کرده در ساحل دریای خانقا برای قبول دوستداران طبیعت افسانوی این گوشه دیار شرایط خوبی را مهیا نموده است. می خواهد که سیاحان داخل و خارج کشور ترانه دریا را بشنوند و زنگ دل بشویند. شاهکاری های بی‌نظیر طبیعت تاجیکستان بهشت آسا را با چشم سر ببینند و انگشت حیرت بگزند. من اپر شکرانی همین آب، همین خطر آبادی کردیم، همین آب های. اگر آب نباشه با هیچ کار کردن نمیتونیم. لیکن آب آبادی نکنیم یا سنگلاخ ما گرفتیم همین خیلی آبادی کردیم. خیلی مهمون میبینم ایسو میشینم چای میکنیم شون میگم مرحمت و هیچ چیزشون در کار نیست. همین یا رحمت بیان شد. همه چیز دینا با آب میشن. با تنجی مملکت میشه. مشاهده کردیم که در حالی هر یک ساکن همین دیگه گل هست. اینکه محبت دارند و زیبایی و یک سبز پرم کردن اطراف و یعنی که دوست داشتن طبیعت. همین یک کسکر یک چیزی راهبری کنه میشه آورد. نتونه آبجو میشه. همین گوشیم که این همه اتنجی مملکت. اکای زیبایی دریا خانقا ماهی داره؟ همه چی داره. به ماهی آب به ماهی میشن. کدام
گلماهی شیرماهی این همون بالاش در گلماهی پایینش شیرماهی های و ماهیداری ذوق داره؟ خیلی من کردم که آخی افا ما همه چیز ذوق داشتم. خب اگر سیاحانی داخلی و خارجی میل کنن شما امکان قبول کردن دارید؟ البته داریم. ما یک کسی ده نمیتیم. هیچ چیزاشون در کنیم خودمون خود میکنیم میتیم گسل میکنیم به وقتی خوش. خب همین تماشا همین طبیعت خودش یک جهان است. یک جهان ها. مهمان عطای خداوند. سلامت باشید. برای ساکنی دیگری این دره زیبا منظر موجیگل ظهور و نیز مهنت در زمین نزد حولگیش راحت بخش است. موجیگل آموزگار صنف‌های ابتدایی بوده شاگردان و نبیرگانش را در روحیه وطن دوستی و مهنت صافدلانه، حفظ طبیعت و تازه نگاه داشتن محیط زیست تربیت می نماید. منظره زیبای طبیعت خود را دیده من روز از روز الهام میگیرم و هر وقتی که از دست مانده خسته شده میبینم از مؤسسه در زمین از حولگی خود به کار خواجگی خود مشغول شده عصب خود را آرام میکنم، خرسندی نبیرگان خود را دیده با آنها شریک میشوم، نسبت مهنت دوستی و وطن دوستی صحبت ها میگذاریم، آنها شعرها از یاد میکنن و با ما سوال جواب میکنیم. اویدی پرورش نهال ها یا که مثلا پرورش من با یک چند عائله زنبور داریم که در عائله برای هم پیشبرد زندگی و هم و در وقت خالگی به این کارها مشغول شدن و اعصاب خود را آرام کردن یک فایده همه طرفه دارد. برای بهداشت سلامتی خودمون بیشتر استفاده میبریم. وقتی که طبیعت رو میبینیم مثل درختان پر از میوه، طبیعت سبز و گل شفان و خرسندی کودکان رو دیدم، ما مادران و ما آموزگاران باز هم خرسندتر و خوشبخت‌تر میگردیم. ما به طبیعت بوده نمیتوانیم، حیات خود را به طبیعت تصور کرده هم نمیتوانیم، چون که آن غذایی که ما استعمال مینماییم، آن لباسی که ما مثلا میپوشیم، آن نفسی که ما حتی میگیریم از طبیعت میگیریم. و من دائما به خوانندگان تاکید مینمایم که باید به طبیعت مهربان باشیم، آن را خودسرانه پایمال نکنیم، بیهوده شاخ درختان را نشکنیم. آن نفرانی که این کارها اجرا میکنند ما باید پیشگیری نماییم و برای حفظ طبیعت، برای بهداشت طبیعت بیشتاسایی مثل حتی گرد اطراف مکتبی خود، مثل مؤسسه خود یا که خانه های خود گل و بوته ها شنانیم، درختان سبزانیم و برای آینده مثل نسل خود یک سهمگذار باشیم. تازه نگاه داشتن آب طبیعت، آن رو افلاس نکردن، چه آب آشامیدنی باشد چه آبی که مثل من در کشاورزی استفاده میبریم، باید همه وقت ما رو احتیاطکار باشیم، چون که جایی هستن که به یک آب نوشیدنی مثل محتاج هستند، لیکن خوشبختانه ما این نعمت به بهار دارا هستیم. این طبیعت بیشتاسای تاجیکستان ما این رو به ما مهیا کرده است و که این خوشبختی بی اندازه است که ما آب پاک و تازه، آب صافی روان رو استعمال می نماییم و استفاده میبریم. ما در اینجا در نزد قطعه زنبور قرار داریم که آنها عائله های نو هستند و میبینیم که زنبورها به صبرانه برای کار مشغول هستند و برای ذخیره فرزندان خود کار میکنند. در اینجا برای پرورش زنبورها طبیعت ما نهایت موافق است. گل و گیاهایی که در اینجا میسبزند و میرویند برای گرفتن شهد آنها، خصوصا گیاهای توابتی طبیعت زیبایی مثل دره الماسی بسیار موافق هستند. در این گرد اطراف ما میبینیم رستنی توابتی به مثال کتکوتی هست، جمیلک هست، رستنی با من شیبیتک میگوییم و شیبیتک مثال خودرویت هست، در اینجا پودینه هست. آن رستنی که در غرق گل هستند و برای کاری زنبور بسیار موافقت میکنن و از همین سبب اصل هایی که ما از اینجا مثال از این زنبور پرورش کرده میگیریم برای سلامتی و توابتی بسیار فایده خوبی به اندازه دارند. سه وقتی که ما
این زنبورها رو از نظر میگذاریم. چه خاطرسون کردیم. زنبور هم به مانند طفل نوزاد است و هم مثال وقتی که اویله جدا میکنیم آنها مادر زنبور دارند و برای نگهبانی مخصوص برای آنها ضرور است و ما باید سری وقت آنها رو با خوراک تامین کنیم، مثلا برای شرایط طبیعت آنها رو جا کنیم که آنها سری وقت شهدای گلها رو پیدا کرده توانند و خوشبختانه این محیط به ما میسر است. درگیر اطراف ما همه گیاه بوتهای فایده‌آور و شفابخشی هستند که به یگام دشواری میتوانند زنبوران از آنها شهدای خوش‌طعم و خوشبوی را جمع‌آوری کرده بیارند. دهه دیگری که در قسمت بالایی دره الماسی جای گرفته است شمال نام دارد. هوایش از دهه‌های پایانی دره فرق می‌کند. گیاه کمری کوههایش دوای دردمندان و خانش کپکان خوشخرامش راحت جان، طعم چکه و جرغاتش باشد شیرین و خاطرمان. دره الماسی. ما بعد از آشنایی با کار و روزگار عبرت‌آموز ساکنان و تماشای شاهکاری‌های طبیعتی نازنین دیاری بهتر از جان به منزل خویش برگشتیم. از این دره خوشمنظر صدای فارم مرد دوستدار صنعت اسکندر بایف در فضای تاجیکستانی همیشه بهار طنین انداز گردید. بیا بر دره الماسی، بیا بر دره الماسی، زبی کشور دره الماسی، زبی کشور دره الماسی. ما سازد همه بلبل ها را، ما سازد همه بلبل ها را، از گلی تر دره الماسی، از گلی تر دره الماسی. بیا بر دره الماسی، بیا بر دره الماسی، زبی کشور دره الماسی، زبی کشور دره الماسی. گر بپرسی رهیان از دل من، گر بپرسی رهیان از دل من، میشود سر دره الماسی، میشود سر دره الماسی. بیا بر دره الماسی، بیا بر دره الماسی، زبی کشور دره الماسی، زبی کشور دره الماسی. بیا بر دره الماسی.